محرم بیگ که 80 سال عمر دارد جمع آمدگان را تهنیت گفت و در حق هر تاجیک روی عالم و سرور تاجیکان جهان و جشن بزرگ نوروز دعاهای نیک را ابراز نمود. الها یا مولانا به دم گرم فاتحه محمد مصطفی رو الها یاد کنیم اول خدا رو، آدم صفیح الله رو، نوح نبیه الله رو، ابراهیم خلیل الله رو، موسی کلیم الله رو، عیسی روح الله رو. الها مبارکتی نوروز عالم خدای تعالی مبارک گردوند، ساحتش نیکو، عمرش دراز، دولتش بر کمال، نصیب روزی گرداند. الها افتالنا باب الرحمت و دولت و سعادت و العافیت و العاقبت و الحمد و الحوان طیبین طاهرین برحمتی که یا ارحم الراحمین. در این جمامت‌های نوروزی بیشتر بابت موقع جشن نوروز، تاریخ پیدایش آن و شاگونی‌های نوروز ابراز نظر می‌گردد. فارغ قاضی نوروزов یکی از دانشمندان جوان استاد دانشگاه دولتی شهر خاروق بیان داشت که سنت‌های نوروزی و هر گونه آیین‌های آریایی در بدخشان به آلوده تا زمان ما رسیدند و این عالم جوان انسان را قسمت بزرگترین طبیعت دانسته، طبق تقویم مردمی بدخشان جسم انسان را به طبیعت همشبیه می داند. او بداهتاً کوه‌های گردونرس پامیر را به قبرغه‌های جسم انسان و دل را به این دیار نازنین تشبیه داده قید نمود که چه طرزی که در جسم انسان قبرغه‌ها دل را محافظت می نمایند، به مانند این کوه‌های پامیر بدخشان را احاطه نموده در آن نسل تازه آریایی را با آیین‌های پاک نگاه داشتند. چنانه که سرور ملت جناب عالی امام علی رحمان آیت به نوروز گفته بودند: نوروز برای ملت تاجیک کتاب سرنوشت بود. حق به جانب سرور دولت است، چون که در یکی از گفتارهای خیش دانشمند دولت ایران آقا شریعتی میگوید که آن روزی که این دنیا آفریده شد، یعنی آفرینش عالم از روز نوروز بود. بعد شرح عنعنه‌های نوروزی، این آیین پاکیزگی نعتخوانی که آن را در بعضی مناطق بدخشان مدحیه خوانی میگویند آغاز می‌یابد. ابیات پند و اندرزی، ستایش نامه‌ها سروده می‌شوند که تنها بهر تربیت نسل سالم روانه گردیدند.
چنین معرکه ها را در بیشتر موردها شام معرفت می خوانند و در آن تنها نهاد پاک انسان باطناً سرشار از معرفت و محبت و فراست و برکت وصف کرده می شود. در این معرکه نوروزی دلها از کبر و غرور تازه کرده می شوند و گناه های همدیگر بخشش می کردند. کسانی که در طول سال با هم قهری بودند آشتی می گردند. آدمان آدمیت را وصف می کنند. در آغاز شام مراسم دیگر نوروزی کلاغزغز اجرا می گردد. کودکان به بالای بام خانه ها برآمده نوروز را شاگون می گویند. کلاغزغز مراسمی است که نیکی را ترنم می کند و در آن به همدیگر تحفه ها و شیرینی ها را تقدیم می نمایند و دوستی و محبت صمیمیت نسبت به همدیگر قوی می گردد. شاگون بهار مبارک، روز نوروز است و عالم سبززار، زنگ دل را می برد بویی بهار. ای پدر برخیز نوروزی بیار، تا تو را رحمت کند پروردگار. شاگون بهار مبارک. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد. هی بلبل به تماشای تف و چنگ برآمده. هی مرغان هوا شمله میکردن پرواز